او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانه احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای از وای بیرون نخواده و نگاه هم وای احمق است. فقط مسلمانی در همه تاجیکستان ما نیست. الحمدلله امروز 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا هم میویان لا اله الا الله میگویند، هم میویان نماز میخوانند. شما چشماتون کشه تلویزیون امروز پرابلیس که انتن برآمده است، انتنای ماهواره‌ای همه جان ببین مسجد ها هم نماز میخوانند با سر لوچ با موی سر با کرتی آستین کلتر، مگر نمازهای و قبول میشه. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عبارت خوش آن است که مستحب است نماز خواندن با سر لوچ وقتی که برای تواضع باشد. این خودی سخن امام اعظم است اگر با کشف رأسی گپی صدر شریعه باشد. در مشکات 5 حدیث از در باب سطر که رسول اکرم سر لوچ نماز خواندند. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه جهلک شان سلشان کشال بود در میخ نماز خواندن با سر لوچ با تک یک ازار طاقت کرتشان هم نبود، از نافشان پایان ازار بود تنشان لوچ نماز خواندن جهلکشان کشال. بعد نماز خواندن پس همین مولای ما باریم مختصر خان گفت که یا جابر اتصلی فی ثوب واحد و ثیابک موضوعة علی المشیه. حضرت گفتن جابر شما هم یه ازار طاقت نماز بخونه. جهلک تو لیرانی احمق مثل من برای همین هم تو خانو که تو برای احمق مختصر خواب بینه که نماز به یک ازار طاقم درست میشه. بنابرای عزیزان من آخی همه این در مختصر نیست. او گپی که ملا حکمت الله در اون نامه با یاراش نوشته است و یک گپ جاهلانه احمقانه است که به شاگرداش تاکید کرده که فرض عین 4 کتاب و مختصرش چیزی که در هوای از وای بیرون نخواده و نگاه هم وای احمق است. آخر علم با 4 کتاب پیش نمیرد. امروز آسمان برآمدند دشمنای خدا. علم به خواندن و به تفسیر خواندن و به حدیث خواندن و به چیز پیش میرود. دیگه من همون نامه رو خواندم با اون کس که اخلاصم هم کم بود از سرش با همون نامه رو خواندم یک بار یک گرده کم بود ویش هم تمام شد. بخواد که انسان به علم اینقدر دشمن باشد، بخواد که انسان به آخر مذهب شافعی هم حق است، مذهب حنبلی مالکی هم حق است. چی ضرورت اگر کتاب میخوانیم ما از دین میبراریم؟ چی کم بودی دارد باید؟ نه من شما بچه ها خواهش میکنم که این ملاها رو گپاشان بگیرید. عصر 21 شده است، عصر بیداری است، عصر از خواب غفلت خیستن است، عصر به چشم کشا دنیا رو دیدن است. دیگر شما میخواهی که شناسه که دشمنان اسلام به مقابل شما چی توصیه ها دارند، امروز تفسیرها رو خوانید، امروز کتاب های نشر میشنگی رو خوانید. و سر لوچ نماز خواندن هیچی باقی ندارد، کرتی آستین کردن نماز خواندن هیچی باقی ندارد. پیغمبر خدا چی رو برای ما من کرده همش معلوم است. بنابراین شما وقتی که در دانشگاه میخوانید بچه های خوش رو از درس که برآمدید با همون فرمی دانشجوییتان کدام فرمی که باشد طهارت کنه مسجد رو به نماز در پیشگاه پروردگار والله برآورده مولای سلادار عبادت شما را خدا قبول میکنه. خداوند به صورت ظاهری نگاه نمیکنه، خداوند به ایمان و به غیرت نگاه میکنه، به همت بندش نگاه میکنه.